اپای سلیمان رفتن اکای سلیمان رفتن سالی خطا شدگی بله اکای سلیمان بله با مقیم جان شیطه مصلحت کرده یک حالی خود رو هم یافتنش در کار این چیز اپای گلبهار میپرسند که غالب جان سر مسئول‌تر یا اینکه اسکندر باور کنید یگان تاش لیکی خوراک من نرمالی میکشم شما شاورتون ایواز میکردگی میگفتگی که پوازه بله 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 عبدالصمد می‌نویسند سلام اپای گلبهار در این وقت карантин باز یگان صحنه‌چه حجوی نو را برای مخلصان پیشنهاد می‌کرده باشند ما گلکه گفتیم که ها حرکت میکنیم البته ها من گفتم که تلویزیونی حاضر تهیه کرداسی بله برنامه تلویزیونی بله سهراب می‌نویسند سلام شما یگان وقت شده بود یتیمی را زده باشید یا خفه کرده باشید دوره بچگی میشد که آن نوشتند انا همین به فکرم فهمیده گفته چنده یا همون وقت فهمیده که میچه تصدیق کرده شدن که میشد من حاضر سینه سوالمو نمیگویم نه که بسیاری کس ممکن از همین چیز فهمند چون دانو کو مخلصانی ما همون وقت خوندگی مینو تک 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 کلکولاتر سینه سالی همون وقت میفهمم وقتی که من مکتب میخوندم دوره مکتبیم سالای انا همون وقت در مکتب با ما همراه ما بچه های یتیمو درس میخوندن گفتی انا همون وقت دیدوموفسکی بچه هم دیدوموفسکی بچه های ما خوننده ها ما در صنف تا 45 کسه تا 50 کسه ما میخوندیم دوره همون مکتبیم با بعد وقتی احمد دیدوم میآوردن ما که درس میخوند بعد گرفته دیدوم میبردن انا همون وقت بود بچه ها جمع میکردیم لیکن بسیاری با همون بچه ما دوستی میکردیم حرکت میکردم که اخونه یگون چیز شیرینی یگون چیز با مزه وقتی که مادرم البته در ساحه سودو کار میکردن یک اونیورمیگی کلان در دستشون بود در خانه ما قند و چیزای شیرینی و اون وقتا همه در پریلافکه تاگه پریلافکه باشد ما بالای پریلافکه خانوبه میبردیم اصلی اکک برای همون خانه ما به همه وقت همین چیزا بود من برای همین سمکم با جا میکردم و برده همون بچه ها با تقسیم میکردم میدادم دلم میسوخت از همون وقت چی میکردم که همون بچه ها همین چیزا رو نمیخورد این چیز رو قند و کی همون وقت چیزای قیمت بله خریدار میکنند گفتن همون چیزایی من برده تقسیم میکردم با این بچه ها لیکن نه در یادم نیست که یکون بچه ها یتیم من زده باشم نه در خاطر ندارم تشکر سلامت باشید خوب شهلا می‌نویسند در چند سالگی به شوهر برآمدید کمی میگفتید درباره اویله‌تان گفتم باز همین بهم حاضر حساب میکنند سین سالتون رو معین سین سال معین میکنند در چه خیلی کم آسی گذشتگی بودم البته آسی گذشته بعد شوهر کردم چون که من عموما فکری اونی که شوهر میکنم فرزنددار میشم هم نبود در کلا لیکن همیشه گفتی ما که حیات همیشه شد رفتی حیات هم با یگان جا سراسیما شدن نکنه البته هر یک شخص هر یک دختر هر یک پسر جفت مناسب خودش مییابد خداوند هم تو خودش طاقت آفریدگی نیست است و اوچه خدا رحمتیم فقط من به من میگفتن که دخترم تو کاشو میکنی گفته میگشتن و من میگفتم که اوچه شو نکنم زا میگیرم میگفتم لیکن من شوهر کردم اوچم خدا رحمتی همون وقت زنده بودن توی ما رو دیدن در توی اگر دیسک رو تماشا کرده باشن بی‌نهایت سخن‌های زیبا گفتگی هستن و چه خیلی که میگن فرزنددار هستم من خدا با شکر همش که خوب است زندگی من حیاتی من رفته شده است خیلی البته به کامبودی نمیشود البته همه کامبودی هست لیکن حرکت میکنیم که همون کامبودی برطرف کنیم فهمم بهترین تشکر در این جاده در این جاده نیز به شما موفقیت میخوایم سلامت باشید تشکر عبدالقهار می‌نویسند خب چند سوال دیگر باقی مانده است سلام به برنامه من میبینم که گلبهار یک مدام یک خیلی بعد
تلفن زنگ به زده صورت شدم. تلفن زنگ رسیده زده است. شدم. خب چند سوالی کوتاه دیگر جمع بس میکنیم آقای گلبهار. دیلی چند نفر دیگر رو نرنجانیم 3-4 سوال. خب سلام به برنامه نگاهی نه. سلام سلیم جان و سلام مرا به آقای گلبهار رسانید. و یک سوال داشتم به آقای گلبهار. در وقت مهمانی رفتنتان به خانه خویش تبور نزدیکان باری هم در روی پل راهگردیتان پل خانه آواز برآورده بود یا شکسته بود نوشتم. اگر یکم ایتاژ باشد من میرم مهمانی. فهمم. یکم ایتاژ با میپرسم شما ایتاژ به زندگی میکنید تا چندم ایتاژ با اگر 3 4 یا 5 گفت اون من مهمانی نمیرم. این شوخی است؟ نه شوخی نیست. برای اون کی پول می جمعه کی پول بنه برای اون کی و لیسنیت داره دو بابا مهنت کرده برآمدن نکرد برای همین میگم که یکم ایتاژ باشه تو من میرم میگم یا لیفت تشکیل کنید یا لیفت بله یا لیفت یا که اگر خانه زمیناتی باشد من میروم لیکن بسیارتر باور کن تا وقتی که با مهمانی به خویش تبوری رفتنم ندارم بسیارتر از من خانواده گفتم که بسیاری زیق میشن که تو چه کار میکنی تو کجا میری تو چه کار میکنی تو وقت نداری ما با خویش تبور با وقت نداری برای همین من بسیارتر هم بزیق میشم که وقتی که مهمانی رفتن قطعهاشون شیشتن این غنیمت است این رفتن در کار ضرور باید ما رویم باید وقتی که همین مهمونی جه میزنم مهمونی فریاد میکنن رفتن من حرکت میکنم کوشش میکنم رفتن یکم خیلی وقت فهمم تشکر ولاد می‌نویسند اپا جان السلام علیکم من از شهر استراوشان میباشم باور کنید با شما خندین کمان عموما کیفیت ندارد شما رفتید اپای سلیمان رفتن اکای سلیمان رفتن سال خطا شدگی بله اکای سلیمان بله اپای اکا هستند بله اینجا اپا نوشتن درسته این نامی ما همین با ایله به تلویزیون دیدی بودم چه یک دهان مثل اومدی من بودم همه جای کافته توی بازاری آفتاب بگیرم دابه عجایب یک تلویزیون تماشا میکنم باز این با تلویزیون باز چند کسی دیگر رفت التماس همتون یک شبیتون زور میشد و همه می نیت دارن بله استراوشان رو گنده خرسان میشدند شما یک جای شده شبیتون التماس اکو همین رسانت نوشتن همه خیلی راست گفتن بسیاری کس همین چیز رو دارد که نیت دارد که همین یک تا شویتون یک تا برآمد کنیتون یک تا وای کنیتون این امکان پذیر هست یا نه مثلا میکنیم من این چیز رو چندین بار گفتم برای بچه ها یک جای هم با مقیم جان شیطه مصلحت کرده یک حال خود رو هم یافتنش در کار این چیز چون که این نه تنها سوال در بیرون است این که درونی خدا ما به سوال بسیار است بله یک چیز کردن نکار که این چیز هم تو نیست نشود گم نشود چون که خانینکمون این یک تئاتری که اکو من خودم از تعریف کنم نمیشد لیکن تئاتر که بهترین بود تئاتر که به دوشنبه میرفت و در روی انامون تئاتر در روی انامون چی باور کنید ها میدارید اونجا میکفید زوا میکفید برای همین این یک تئاتر بود که نباید نشود البته و در برای اون یک مکتب حجوی نیز بود مکتب نیز بود بله خب قرآن می نویسند سلام علیکم اپای گلبهار من از شهر اسفره بوستانی ما اسفرگی ها فخر میکنیم که همین گونه هنرمند داریم به گلبهار به سلیمان خندین کمان مثل پیشینه نیست سالهای 2002-2003 ثبت خندین کمان در شهر اسفره میشد از کجا بگیریم در یگان شبکه اینترنت نیست سببش از چی از گلبهار پرسید سوالم را سلامت باشید نیست البته نیست اون وقت اگر شما حاضر تفروی کامera هست کامera کسیت های مایده است اون وقتی که 2002-2098 ثبت داشتیم سال 2000 سال 2001 2002 این ثبت در ویدیو کسیت ها بود انامو ویدیو کسیت هایی که در اونجا بود متاسفانه نیست انامون در آرخیو نیست در آرخیو نه ما هم نداریم در آرخیو و تلویزیونی که انامون چیز رو ثبت کردگی هم ندارد نمیدونم از حساب چی انامون چیز رو نیست نداریم افسوس مجدو پروچی من برای سلامتی تو نشیدم نیه آی مادرتان هیا خوش دامنتان هیا و یک وهابی هم تبریک کردن رفته
کرمی یا نمی؟ من آنها فراموش کردگیم نه همین دویم پیاله عرق برای سلامتی مادری تو نوشیدم نه سیوم پیاله کی با برای سلامتی مادری خودم نوشیدم چهارمش چی؟ خب دیمه می‌نویسند سلام من می‌خواستم روزی توی هم همین کس برنده باشند شهر خوجند به دعوت کنم می‌باید یا نه نوشته البته چی بانی بله چرا نه دلنوزه می‌نویسند سلام اپای گلبهار با گلیزاری راحت سرود خواندتون خیلی به ما معقول هست خیلی صدای فورم دارید آیا باز نیتی سرود خواندن هست با گلیزاری راحت با گلیزاری راحت ما راستی که دو سرود خواندگیم دو سرود است یک سرودش رو ما چی نکردیم پیشنهاد نکردیم ولی باید کلیپ سازیم بود کمتر از بس که وای سیرکور شد من سیرکور شدم لیکن سرود داریم همراه خواندگی البته سرود هجوی سرود هجوی است مثل چاکردگی من بود ها مثل همون لیکن باور مکن تو به حضور بچه ها گفتر میخواه خوندگی میخواه سرود است بعد سرودی نو دیروز ما کلیپ زپس کردیم با بچه های دوشنبه بهادر و شهلو اگر دیدگی باشتون در یوتیوب است بهادر گلبهار و شهلو نویسید البته میبراید همون چیز ما دیروز هم سرود خوندیم هم همون کلیپش رو با طرزی چخیلی که میگن صحنه چه بعد کلیپ آمیخته کرده برآوردگی بدیم بهترین بله و سرودهای هجوی هم در ما نسبتا کم هست سرودهای هجوی منظوری من یا اینکه آمیخته سرودهایی گوییم که لیریکی و هجوی یا دیگر موضوع و هجوی آمیخته شده باشد کم هست خب غالب می‌نویسند سلام به هر دوتان گلی اپا شما در ورق بودید سوال این نظر شما درباره این دهه از نگاه شما غالب جان یوسفوف یا اسکندر قلندرов سر محصول تر نوشتند دو سوال در ورق بودید معقول است شما در ورق و زیست زندگانی من دارم اونجا در اسفرا چخه من در ورق نمیشم شرمندگی میشه در ورق نرم اسفرگی در ورق نشم این طبیعتی زیبا آب و هوای تازه یک باور کنید دریاچه آب میرود و آب با خوردن سر نمیشه همینقدر آبی شیرین همینقدر آبی با مزه دارد ورق فهمم میوه های چون که آبی شیرینه که میخورد میوه هم شیرین تر است ورق هم البته از همون نوکش سر کرده تو سیب تو دیگر میوه هاشم بهترین میوه ها اپای گلبهار میپرسند که غالب جان سر مسئول تر یا اینکه اسکندر باور کنید یگانتش من راستش میگم اگه خفه شوم اما بچه ها لیکن من راستش میگم که یگانتشون نه اسکندر نه غالب محصولیت میفهمدگیش در نیامی صنعتکاری همی خودمو بود من شما میگم که این علیم وحیدف علیم محمودف شهرتی رسول رستم عظیمی کمتر حاضر با دیوانگیش سر کرد دیگه این رستم خیلی نبود بعد که فردوس محیدینف انا میو این سخنها هزل نه حج نه 100% گپ این 100% گلبهار رو خونه کردن کاری ساده نیست من راست گم میدونم خفه شو نم آخه همین راستش باشه چی آخه من بفکر گفته که راست کشه گاوزن راست تشکر بله خب تشکر که نقطه نظر خود رو به استحاله و به ترس با جسارت البته تشکر بندیت می‌نویسن یعنی بندیت شاید که سلام اپای گلبهار شما شوهرتون هست یا نباشد به من میرسید من از اسفر شما رو دوست می‌دارم نوشته صورت دل شما انا من کانتاکتشون من بودید رسمی دلچرا شما شاورتون ایواز میکردگی میگفتگی که پوازه بله با همین مضمون شد همین کانتاکتتون من صحبتی جدی میکنم سلامت باشید خب سنجر می‌نویسن در اینستاگرام نگاهی نه و شما چیزی خورده فربش دیگه هستید معلش تو سحر که آش نپزیمو تا بگنم تا به آش نهار نشده تو تایر نشوند که لکای وقتی خورده بسیار چیز بسیار تشکر فیروز در اینستاگرام می‌نویسن سلام شما خریدگاه ممکن خراب شد و چیزا شما ممکن برعکس و دیگر خل شود
برای همین. بله تشکر. فیروز در اینستاگرام نویسند سلام علیکم گلبهار بوچه، من سوال ندارم. برای من فیروزی قرچقومی سلامی گرم رسانید بسنده است. از شهر سرگوت. سلیم جان سلامت باشن. سلام گفته رسانید شما. بله سلام تشکر. آخرین سوال اصل می نویسند سلام علیکم برادر عزیز و گلبهار اپای عزیز، شما در خوابتان گپ میزنید یا نه؟ این سوالی جان است. وقتی که سخت مونده میشم خانمگی میگن که گپ میزنی، سخت مونده میشم، لیکن بسیار نه کم بعضا میشه. خیر این هم جدی است. بله بسیار تا اگه مونده شم، لیکن خوراک من نرمال نمیکشم. گفتی انا یک صحنه چما کی با میخوانه خوراکم افتادگی من خوب شیخ میکنه. البته نه بسیاری که همسایه میگن که شب راستا خوراک کشتید میگن دومانگی ها. من میفهمم که ها نرمالی خوراک کشتم، چون که اونها وقتی گرم که هوا کشاده میمونی بالکن کشاده میمونی های همسایه رفته آمد میکند. یک روز شیر قطعی گفته تا که دنبا آمدگی بدست یک زنک شیر قطعی گفته بعدی خوراک من داماتون به شیرهای میگفته شیر آمدگی میگفته گریخته رفته است. شیخی بکنی همسایه من یک شیخ یک تا زنک هستید انمون بسیاری داری من یون بیون است. بله انمون شیخ کرم خیلی گپوی میزند که و شیرچی ها گریخته رفته از ادابی ما دامتون به شیر آمدگی میگفته. سلام باشید. خب اپای عزیز تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید، تشکر که آمدید، تشکر که بی پرده حرف زدید. اینجا فرجام است. سلامت باشید. به شما تشکر زیاد گفتید که گفتید سالی بر وقت شما خیر خوش کرد دوستید گفتید. تشکر زیاد به شما، با تلویزیونی سیمای مستقلی یک با بچه‌ای که همینجا حاضر هوای گرم خنک نگفته در همینجا خدمت میکنیتون، کار میکنیتون. کارانتین نگفته من مسافه آزاد داشته، آنتی سپتیکو که همه جای وای کرده. خیلی انشالله همش نظم میشود خدا خواهد و برای کارشمون پیشروی بردباری همیشه در چی میگن پیش همین مردم به تلویزیون برنامه های نفترینی خود را پیشکش کند. ما کوشش غیرت میکنیم صنعتکارا که برنامه خوشروتر، زیباتر، جالبتر رو تیار کرده به مخلصان عزیز ما پیشکش کنیم و فقط خرسندی کرده گردن، خندیده گردن، در لبانشان خنده باشد، در حیاتشان خنده باشد، ان همین کسلی و ان همین پرابلم ها انشالله دور می شود. تشکر. سلامت باشید. سپاس. ما امید میکنیم که شما رو باز میبینیم در نگاه اینا. البته. سلامت باشید. با سوال های باز نگاهی نوتر. سلامت باشید. تشکر. عزیزان دل و دیده من، خب اینجا فرجام هست. من فکر میکنم که شما با اون چیزی که سوالی که میخواستید پاسخ گرفتید از برنامه ما چیزی برای خود گرفتید. من فکر میکنم که صنعت گلبهار رو قدر میکنید، مهنتش رو میدونید، مهنتی 20 سالش رو میتونید که اگر از یوتیوب ما رو میبینید در شهر فکرهایتان رو نویسید، فکرهای پوزیتیو تنها باشد. اگر طریق تلویزیون ما رو میبینید میتونید که یوتیوب کانال ما رو پیگیری کنید. عزیزان ما هفته آینده با شما باز هم با میخوریم. خداحافظ.